بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد. در این جلسه من میایم چیت شیت های HTML، CSS و جاوا اسکریپت بر شما معرفی میکنم و یا نمایش میدم. خب میایم از چیت شیت HTML شروع میکنیم. خب این هست چیت شیت HTML ما، فقط کافی است با مرورگر بازش کنیم. خب در این قسمت ما شماره، نام تگ، اتریبیوت ها یا ویژگی هایی که تگ داره، تگ دسکریپشن داریم و همچنان اگزمپل هاش از تمام تگ های HTML. ببینین به این شکل تمام مثال هاش هم موجود است به این شکل تا آخر. درست؟ خب میریم چیت شیت CSS این را باز میکنیم به این شکل. یعنی چیت شیت CSS هست و یک مشکلی که چیت شیت داره، فعلا من آنلاین نیستم و در چیت شیت من از تیم‌های آنلاین و یا از فریمورک استفاده کردیم. به این خاطر چون آنلاین نیستم نمیتونم شکل ظاهری اصلیش ببینم. خب در این قسمت چیت شیت طوری هسته که ما بعضی از مینوهای کوتاه داریم، بعضی از عناصر کوتاه داریم که با کلیک کردن بالای او میتونیم تمام عناصر را ببینیم و اینجا تمام همون ویژگی های CSS موجود می باشه که میتونیم هر کدامش با تمام ویژگیاش ببینیم. درست است؟ تمام CSS ماست. خب اگر بر ما وقت بتین من میخوایم به اینترنت وصل شم و ایره برتان نشان بدم. خب کافی است من یک بار با وصل شم و در قسمت بیم صفحه خود یک ریفرش بزنم. ببینید به این شکل این چیت شیت چی هسته؟ CSS است. میتونیم از قسمت بالا از نوار به هر بخشی که بخوایم منتقل شیم و تمام همو ویژگیاش ببینیم و بخش دیگه تمامش بسته میشه. مثلا بک لیاوت پراپرتیز داریم، بالای لیاوت پراپرتیز کلیک کنیم تمام لیاوت پراپرتیز بر ما نشان میده. یا تایپوگرافی داریم، از این قسمت تایپوگرافی را بر ما نشان میده. بک‌گراند داریم، بک‌گراند بر ما نشان میده. باردر داریم، باردرها را بر ما نشان میده. افکت ها، انیمیشن ها به شکل ببینید و همچنان بعضی از ویژگی های دیگه که میتونیم از این قسمت ببینیم شد. خب میریم به چیت شیت GS. این قسمت این هم چیت شیت GS هست و در چیت شیت ما بعضی از فانکشن ها را داریم با سینتکس و دسکریپشنشان به شکل ببینید. این هم چیت شیت GS.